2008 من دارو اختراع کردم در شهر مسکو. این دارو میبرد فیرولوژ دکتر طاهری علاقه در کلینیک‌های مسکو مثلا سن پترزبورگ کار علمی گذاشت و بسیار بیمارایی که با کسل‌های سرطان گرفتار هستند، کسل‌های هپاتیت دیگر شفا یافتند. یک چیز گیاهی عادی موقتی. چیز دیگر در موضوع شیرین بیا مثلا 5 سال پیشتر از ژاپنیا 3 نفر آمدن خانه من و کتاب‌های دیدن و 7 کتاب گرفتن برده از زبان روسی و از زبان انگلیسی و ژاپنی گذاشتن. همراه من 3 سوتکه در قطارگاه‌های زرافشان بودند. یکی از آنها بود فارماسیست، یکی دیگرش سیستم خارجی قشلاق زیاد کردن گیاه‌ها، یکی دیگر ترجمان. بعد این آنها تمام تاجیکستان 3 ماه چرخ زدن آموختن در کجا چقدر گیاه هست و رفته در قبادیان کارکرد گیاه‌های شفابخش شیرین بیا موندن. در آنجا ساحلی همون رودی وقت به خیلی دراز میشد تا 10 متر درازی همین شیرین بیا و اینو از اینجا پولو فابریکات یعنی گرفته در ژاپن میبرن اشیاء خام $3 از ما میخرن. از اونجا دارو تر میکنن از 1 کیلوی وای $200-300. من مخصوصا در الماتا یک پشکه همین دارو شیرین بیا خریدم 200 تبلیغ. مثلا شیرین بیا در تمام تاجیکستان میروید مردم نمیدونن. اما شیرین بیا گرفته استفاده میکنن برای کسل‌های سرفه، برای کسل‌های جگر. در ژاپن از صابون هم میبرن، چیزی آخرش در کانفیت هم میاندازن. ببینید یک تا گیاه چقدر خصوصی تفاوتی دارد. در حقیقت اینجا پرزیدنت خیلی ناز قید کردن که همین چیزی ما خریده برده با آورده میتونن. این اکنون کی باید کند که مردم ما تامین کند. یکمش باید صاحبکارا از طرف حکومت از طرف مردم دستگیری یابد. دومش علمای تیار کردن کار. من خیلی کار شما دیدید مدتی چند وقت باز من کار برده شدم از اون جمله تیمور ملک خطیب قریب ما 2 سال هست شناس هستیم همکاری داریم. خیلی طبیبی سطحی خوب هستن، کتاب‌های زیاد و همراه ما چند مرتبه کوه رفتیم. این کس کتاب‌های زیاد من اینجا زیاده از 30 تا کتابشون هست. من نرزالله قابلوف نامزد فن‌های شیمی ترکیبی شیمیایی مثلا همین گیاه چی دارد چی ندارد مثلا این فیرولا اینوی کسلات دارد فیرولا این کسی گرفته. من عباسجان این کس از زاده پنجکی نیکه آمده هر هفته یک مرتبه در خوجند در همین مرکزی که ما حاضر تاسیس دادیم در 19 مکرایان اساسیاسیون طبی خلقی در بالاش کلان شده و مرکزی اطلاعات دکتر طاهری اینها روز قبول دارن. هر یک شخص میخواد که قبول اینا بیاد آمده نامنویس میکند. از آن جمله امروز توفیق قادروف پروفسور اورولوگ همچون مقتی شرطنامه‌ای کاربر هستند و کدام شخصیت که میخواهند که همکاری کنن با ما آینده همین تیپ ترقیتیم ما تیار هستیم. مثلا سال 1880 در روسیه یک جمعیت تشکیل کرده بودن اسپیتاتلی پریرودا آدما ما اعضا شدم همونجا با اینا همین یک چند نفر 20 نفر 30 نفر هم فکرها میرن که ها میآموزن این گیاه در کجا چه خدمت میراد خدا اینیشیتیو خودی همین نکته و اگر اینجا خواهشمندان باشم ما میتونیم که این علم ترقی رویم دانش یکدیگر ما استفاده بریم و کار پیش بریم. البته ما میتونیم که عموما از خارج کشور دارو نخریم چون که دوره پیش به داروخانه نبود. ما یک کتاب نویسندگی هستم با نام восстановительная медицина таджиков от древности до наших дней. طب برقرارکنی تاجیک از دوره قدیم تا امروزه. وقتی که ما دانیم اولین بیمارخانه در خوجند پیدا شد. اولین داروخانه پیدا شد. عموما اینا در مدت یک 80-90 سال پیدا شدن و آهسته آهسته زیاد شد. نه که مردم چیزهای عادی شفا می‌یافتن. چیزهای عادی طبیعی استفاده میکردن از سنگ و گل و گیاه و خاک و چی که میگویم همین استفاده کرده سلامتیش رو برقرار میکنن. ما باید به طبیعی درمانی نگاه کنیم نظری نیک بینی کنیم و من چیزی عادی مثلا برگ چهارمغز برگ شفتالو برگ آلوچه برگ زردالو همین در داروخانه‌های خیتای و اون چه که امروز چای‌های تیانشین استفاده میکنن همین چیزی ما برگ بیهی برگ توت مثلا برای کسل‌های قند همینا باید آدم‌ها جمع آورش تونن باغ خودشو باید خوش کنن اقلا برای خودشو استفاده کنن. خوب شد. من میدونید از اون پرسیدنی بودم چون سرور دولت در گفتار قید کردن که امروز 92% گیاه‌ها
که به طور دورباری با کشور ما وارد کرده میشوند از خارج است و بیشتر اون باز هم مال ما هست به مثل اونی که شما گفتید شیر کمال یا کمال رو به خارج میبرن و بعدا باشد به مبلغ بیشتر از $100 با قرب اسعار ما خریداری میکنیم اون رو و میخواستم از اون پرسان باشم که آگاه هستم که شما همچنین روانشناس هم هستید و برای چی جدای ما چنین است وقتی که ما میگوییم که مثلا این محصولات وطنی ما خریدارش کمتر است وقتی که میگوییم که مثلا از چین از آلمان یا از جای دیگر وارد شده است طلبات بیشتر پیدا میکند و میدونیم که چه در پایتخت چه در شهر خوجند چه در دیگر شهر و ناحیه ها مرکزهای طبابت چینی فعالیت میکند من البته گفتنی نیستم که فعالیت خوب ندارد یا گیاه خوب ندارد و من زیدیان البته چیزی گفتنی نیستم میدونم که فعالیت خوب دارد طبابت خوب هم دارند اما برای چی توجه امروز بیشتر به دیگر سمت است نه به اون چیزی که خودی ما در کشور خود استحصال میکنیم از جهت اکولوژی تازه است و با نرخ دسترس است و طبابت 100% شاید که داشته باشد ما البته اینجا دو چیز گفتنی هستم اولی سال با اومدم من نزد وزیر تندرستی در اومدم گفتم که من در مسکو مرکزی طبی کلاسیکی تاجیک تاسیس دادم طبی بین الخلقی یک 3-4 نفر تیار کردم از دوشنبه هم محمود کبیری دعوت کردم که بیتو ما عبوری ملت تاجیک در سطح جهانی بلند کنیم چون که ما با آدمای هم فکر و هم عقیده و همین برای ملت سطح جهانی برادن کم هستن حسی ملیشو پستر هست ما میتوانیم که اگر هم تو مقایسه کنیم نظر به اون که امروز در چین چیز میگن اونا هم همون گیاه درمانی جامعه درمانی یعنی که با عمان سوزن درمانی دیگر چی هست همه موباب هست لیکن آدمای خواهش کرده کار پیش میبردی که خیلی کم هستن ما میتونیم اینه ترقی کنیم این یکم جهتی که شما سوال دادید برای چی آبی در خانه خیره گفتم با وقتی که ما دیگر جواب رویم اینجا یک نفر رفیق من هست فامیلش فراموش کردم طاهر جان کتاب نویسنده که خودش فیزیک هست عالم مشهور هست در تاجیکستان منتالیته مردم آسیای میانه منتالیته مردم شرق عموما اروپا مردم ما چی خیلی مثلا کوشش میکند پولدار شود یک تا ماشین جیب خرید خودش نشون داد که من پول دارم من توی پیشتر ببینید دبدبانو 1000 کس 2000 کس میرفت یا یگان چیزی به همین صورت مردم غرب مثلا همون مبلغش میگیرد دم میگیرد سلامتش برقرار میکند یک کارخانه میسازد خودنمایشی نیست قدر چون که همین ما با این پسیکولوژی شما سوال دادید من همچون روانشناس پسیکولوژی مردم ما اون کتابی که من نوشتم 100 درد و 100 درمان بدبینی و بخیلی و حسودی و غرب بچگی و ناتمام بینی و خودش وای کردن شوندن اینو تربیت کردن در خود چون که وقتی که ما من امروز در باره تاجیکستان من تیمور ملیک شعرهای این کس 120 شعر این کس حافظا میخونن تاجیکستان معرفی میکنن دیگر چیز میکنن باید که ما همین یک چیزی ملی داشته باشیم که ملت خودمون پیش برده توانیم مثلا من بار دیگر میگم که امروز ملت ما در سطح جهانی پرزیدنت معرفی کردن همچون سیاستمدار باید ما همچون عالم همین سایه خودمون شاعر نویسنده من گیاهشناس باید با معرفی کنیم که چرا ما دوره خطایی گوییم دوره آلمانی گوییم این خودمون نداشته باشیم بعضا بحث میشد باشا میگم ما آدمای زور ما میگم ما زور میشدیم اون در دست ما میشد یا که всемирная организация здравоохранения سازمان تشکیلات جهانی تندرستی در دست ما میشد برای که ما بین خود ما اختیار متحد نیستیم مثلا وقتی که متحد باشد البته کاری ما پیش میرد جمعیتی ما پیش میرد ما ترقی میکنیم و اقتصادی ما بالا میشد اون چیزی که دیدید من همین عادی ترین چیزی ما مردم میتواند جمع آوری کند ما با نرخ طلا فروشیم خب چیز دیگر مثلا شما گفتید منم چند مراتب من گفتم که فقط همین درباره آبهای تاجیکستان چقدر آبهای طبابتی دارد کافکاز من رفته کار کردم در کافکاز یسنتوکی تورسکویتسکی مثال همه چیزا هست یا رکلام کرده میتونم ما با همین چیزی رکلامه خیلی سوست هست تبلیغات سوست هست مثلا سالی رشد سیاحی توریسم گفتیم البته یک مقدار آدم ها اومدن نه که لگند ساخته نمیتونیم که ما همین مردمی بیرونی کشور را تشکیل کرده توانیم مثلا من بسیار مجلس‌های در سطح حکومتی خیلی دیگر چیزا اشتراک میکنم
دعوت میکنم بعضی چیزای بحثا میشن اونجا ما چیکار کنیم که دقتی مهمونای خارجی جلب کرده کنیم سیاحای آورده تونیم گیاهای برآورده تونیم البته در اینجا باید آدمای روشنفکر باشن دانشمند باشن که کار برده تونن من حاضر در شهر خوجند من یک 7 نفر الکی متحد کردم میخوام که باز زیادتر شن صفی اینها زیاد شود اینها عالم هستن اینا میتونن من اینجا عباس صدری میگم اینجا کتاب نویسندگی مسیح کودکان و فایده اون تاجیکستان قریب که این خیلی کتاب یا اون کس نویسندگی نبود من همین یک طبیب خلقی ما عضویت اتفاق نویسندگان بین خلقی طبیبان بود داخل کردیم یک کتابچه نویسندگی الکی کودک بعد مادرش تولد شدن چه خیلی به ماست کردن در کار چه خیلی به تربیت کردن در کار نوشته شدگی همه علم در معنی سری انسان نمیسته در کتاب میشه مثلا امروز من کتابخانه وقتی که شمردم 12,000 کتاب بوده است در خانه من اگر من یک کتاب‌های فروشم اگر ممکن قریب 100,000 دلار باشه یکی و هر سری چمک در کار میشد من ورق میزنم از روی همون چیزی مییابم یک مثال آدم میگم دوره جنگ به یک نویسنده اومد گیره کرد که نان ندارم بچه‌ام گرسنه ما کمک کنید و آورد خیلی همه آدم من اینجا شتگی دوره جنگ بود که ما نان نداشتیم نوبت میستادیم برای دیگر چیز با 6 جلد کتابی ژیز راستینیه من 3 خالته ارد گرفته دادم همون کتاب خریدم و کتاب در خانه من هست و کتاب نادر هست ببینید همون نویسنده وقتی که اقتصاد پستی کرد زندگیش پیش برده نداند و کارش پیش نمیره برای همین باید صاحب کارای ما علمای دستگیری کنند مثلا من بسیار جواب میرم رفیقامو گام میزنم که من عالم هستم من هم پولی میافته که من کتاب صرف میکنم کنگرس میرم دیگه جا میرم حساب مبلغ خدا میرم تانی کمک کن چیزای منو چاپ کن یا داروهای من 17 تا دارو اختراع کردم حاضر جناب عالی گفتن 200 چند تا دارو در تاجیکستان از آن جمله 17 تاش من اختراع کردم در 30 سالات موندگی من صاحب کارا باشم مرحمت این کس هم چند تا چیز دارن من حاضر این کس همچون خیمیک اینجا از قلمفور اینجا دارو ساختن برای درد نیز کردن از وی چهارمغز من از چهارمغز پرده بینش گرفته موندگی برای جوغر برای اسکلروز حتی پتن دارن یکی این آدم که مبلغ زیاد ندارد از صاحب کار نیست که گفت که بیا من توی همین مونم همین درآمد پولش 80% بگذار همون صاحب کار گیرد 20% تیاد این آدم این آدم هم کارش پیش میرد بینه چیز عادی من همین دوران اسپریت گرفتم موندگی الکی 4 تا 5 تا این کس یک دارو تیار کرده استفاده میکنم من عباس هم از آن جمله چند تا چیزای دارم برای من همین صاحب کار من از روزی صاحب کار 14 اکتبر میشد در همین ولایت سوق بودگی میگم که با ما همکاری کنن هم یکماش سلامتی خودشون ناز میشه دویمش من تیمور ملک کتاب‌های زیاد دارم این کتاب‌ها اگه همه چاپ شده هر یک همینه مثلا گیاهای شفابخش تاجیکستان حجام درمانی دیگر همین جهت فینانسیری باید یاردم کنن این مبلغ درآمد میتیاد این قسم به فایده میشد مردم هم فرهنگش بالا میشد مثلا این آدم از امکاناتی همه کتاب‌های تیراژ زیاد خیلی چاپ کردن ندارن بارها از تلویزیون دیدیم درباره انگورهای تاجیکستان از همه انگوری عادی خانه چخل استاد گفتن آبی در خانه خیره از همه آبی انگوری خانه خدا ما یک نمودی مایی داروگی ساختن بیمارا خودشون نماندن از همه وینا چودتان های میگن باز زبان تاجیکی که نه زبان روسی که از همه وینا چوده هست می نیست می بچه‌م سامورزنک بود نیشود بچه‌م اون تو بود نیشود گویا وای بین خلقون نامش برآمد وای داره وینا چوده خب تشکر وقتی ما البته زیاد کم مونده است و میخواستم دانستن که چگونه اون نفرانی که میخوان با شما مراجعت کرده باشن متخصصان این سوال چگونه میتونن مراجعت کرده باشن با کجا مراجعت کنن خب من همچون اونجایی که ما تعمیر کردیم تیار کردیم به واسطه من ساختم گوییم مبلغی موقتی شد من حاضر 7-8 نفر کار بگیرتم رو پروی بالای دروازه نویسندگی جمعه بازار همون تگ دروازه بیان پشت سرش های نگاه کنن نویسندگی اساساتی طب خلقی جمهوری تاجیکستان هر روز از ساعت 8 پگاهی تا 5 اینا نوبت وقتی میستن میخوان پیش تیمور ملک بیان
یه هفته با از صبح تا پگاه این کس قبول میکنم، یه هفته با ارزولا قبول میکنم، یه هفته این کس مثلا من در اینجا قبول میکنم. ولی با چند نفرای دیگه هستن با خارجی کشور، ما مثلا از سمرقند و ازبکستان، از روسیه و از قزاقستان بهترین متخصص سوی طب خلقی شرط ما داریم. آینده به دعوت میکنیم، کورس‌های آموزشی میگذاریم در اینجا. اینجا فقط شفقا رابطه آدمای ما میخوایم که باشد و بیایم. ما تیار هستیم با تمام کارخانه ها همکاری کنیم، با تمام شخصیت ها همکاری کنیم که چخیلی که در اینجا گفتن که مردم ما سالم باشد، ملت ما سالم باشد. مردم سالم باشد جمعیت پیش میرد. بیمار باشد فقط پولی یافتگی شما مبلغ میرد. با از آن جمله نشأمند و مایزدو چی باشد جمعیت با خراب شده میگیرد. اینا آدمای سالم از جمعیت پیش میبرند. ما تیار تمام قشرها وقتی همکاری کنیم. از آن جمله تشکر میگویم با تلویزیون تنین که من مای آورده اینجا امروز معرفی کردید. خوش ما هم کوشش میکنیم که در نوبت خود شما با تلویزیون کمک رسانیم. همه طرفا از دست ما میآمدگی. تشکر. کمک شما برای ما از امکاناتی موجود استفاده برده با اونهای قید میکنم. اگر نسبتی کمینه من یعنی در همین مرکزی استاد طاهری روزی چهارشنبه روزی قبولی من است. مرحمت اونهایی که میخوان چی کنن به همین مرکز مراجعه کنن. خب تشکر. شما اویدی خدمت گفتید، ما خدمت شما برای ما این است که دعوت ما رو پذیرفتید و ما امروز کوشش کردیم که طریق همین برنامه مستقیم شما متخصصان همین ساحه رو با بیننده رو برو کرده باشیم که آگاه باشند از گیاه وطنی ما، از استحصالات وطنی ما، از گیاهایی که امروز برای سالمی از جانب شما اختراع کرده می شود یا اینکه کار کرده می شود و برای پیشگیری و تبابت توصیه کرده می شود. و ما تشکر میگوییم به شما برای اشتراکتون. و البته این صحبت آخری ما نیست و ما کوشش میکنیم که باز هم روزهای نزدیک یک صحبت دیگر داشته باشیم. صفحه ما زیاد شده میگرد، با ما آدمای نو به نو میبریم، شناس میکنیم، کار ما پیش میره. تشکر. و تمنا میکنیم که چون گفتید که صفحه ما زیادتر میشود، صفحه ما هم زیاد شود و هم سالم باشیم و با نگاه سالم با یکدیگر باز هم چند سخنی خوب دیگر رو گفته باشیم و همیشه بگوییم که بیاید از گیاه وطنی چای کرده می نوشیم که واقعا هم خیلی خوب است. اگر اجازه بدید من همون یک شعر خودم خوانده دیدم که چای گیاهی تو هم غذایی تو هم دوایی، هرگاه که نوشم دردم شود کم، از جسم و جانم دور می شود غم. چای گیاهی داد خدایی، تو هم غذایی تو هم دوایی. بگذار که همین چای های ما آینده گیاهی باشد، مردم ما از گیاه ها زیاد استفاده برن. آنچه که ما الکی گفتیم گل و گیاه و خار و همین ینتاق و همه استفاده برده توانیم. خب تشکر. و بیننده عزیز البته ما دو ثبت رو همگی پیشنهاد کرده توانستیم چون وقت خیلی کم بود و ما سه بخش دیگر رو نتوانستیم و چون در صحبت های آینده گفتیم ما کوشش میکنیم که باز پیگیر این موضوع باشیم، حتما پخش میکنیم. و ما بیننده عزیز خاطر میشم با دیگر که مهمون برنامه ما بودن مولا ظهور طاهری رئیس اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان، تیمور ملک رستموف عضو اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان و نرزولا قابیلوف نامزد علم‌های خیمیا دوچنت رئیس اسوسیاسیون طب خلقی جمهوری تاجیکستان در ولایت سرخ و همچنین صدرالدین عباس عضو اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان طبیب خلقی و همچنین میزاد شناس. خب ما تشکر میگوییم که دعوت ما رو پذیرفتید و البته سوال ها خیلی زیاد است دایر این ساحه، اما وقت کوتاه است، وقت کم است و بار دیگر خوشی رو براتون تمنا میکنیم. بیننده عزیز اینجا فرصتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. در هر جام به هر یکی شما خوشی روزگار رو تمنا میکنیم و آرزو میکنیم که همیشه به مشام ما چه صبح چه شام همیشه بوی گیاهی وطنی رسیده باشد که لااقل بوی آن ما رو تبابت کرده باشد و ما بگوییم که واقعا هم تاجیکستان عزیز ما دارای گیاهای خیلی خوب است که امروز طلبات آن در سطح جهانی خیلی زیاد شده است. خب تا برنامه دیگر سالم باشید.